بعد از آتش بس و بعد از فروغ جاویدان شرق و غرب دنیا هم دست به دست هم بدند، درد این رژیم بی‌درمونه. برای اطلاع تمام جهانیان ما باز هم تکرار میکنیم که اولا تا این دیکتاتوری تروریستی هست، تا بقایای رژیم خمینی هستند، سرکوب، خفقان، صدور تروریسم که ذاتی اونهاست ناگزیر ادامه خواهد یافت. ثانیاً این رجاله ها و اراذل و اوباشی که امروز بر میهن ما حکومت میکنند نه استحاله پذیرند و نه اهل صلح و سازندگی. ثالثاً اونها رو باید فقط به اتکای قدرت مسلح، به اتکای بازوی استوار و پر اقتدار خلق قهرمان ایران یعنی ارتش آزادی بخش ملی سرنگون کرد.